به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. این کتاب بسیار معروف شد به آنی که منتشر شد و قطعاً به چاپ‌های زیادی رسیده. الان چاپ 8مش هستش که در اختیار منه. کتاب بیشعوری، نویسنده خاویر کرمنت و ترجمه نیلوفر بیات، توسط نشر آتیسا در سال 1396 به چاپ 8 رسیده. کتابی جامع و کاربردی در زمینه شناخت بیماری اعتیادگونه و مهلک بیشعوری و روش‌های بهبود آن که از 5 فصل که شامل 23 بخش هستش تشکیل شده. ابتدا نوشته پشت کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. اعتیاد به بیشعوری به اندازه اعتیاد به الکل و مواد مخدر مهلک و خطرناک است. بیماری بیشعوری بسیاری از افراد جامعه را مبتلا کرده است. اکثر مردم از بیماری بیشعوری خود اطلاع ندارند و این موضوع برای من نیز صدق می‌کرد. با خودم بسیار کلنجار رفتم تا با بیشعوریم کنار بیایم. برداشتن نقاب‌هایی که اشتباه‌ها و عیوب انسان‌ها را هویدا می‌کند آسان نیست. برای نوشتن این کتاب یا صحبت درباره موضوعهای مرتبط به آن بسیار این دست و آن دست می‌کردم. نمیخواستم همه دنیا بعد از خواندن کتابم متوجه بیشعوریم شوند. اما در نهایت وجدانم، دوستانم و بیمارانم مرا متقاعد کردند که کل دنیا از قبل پی به بیشعوری من بردن و به این ترتیب بود که با بازگو کردن داستان زندگیم فرصت تقدیم هدیه‌ای به مردم دنیا را پیدا کردم. با این کار افرادی مانند من نیز به بیشعوریشان پی میبرند و قدم در مسیر بهبودی میگذارند. از این رو متواضعانه تصمیم گرفتم داستان غم‌انگیز اعتیاد به بیشعوری خودم و مسیر دشوار بهبودیم را به اشتراک بگذارم. خاویر کرمنت. اما ابتدا مقدمه رو میخونیم و سپس بخش اول رو شروع میکنیم. با من همراه باشید. تقریباً مثل هر کس دیگری من نیز زندگیم را با مرض بیشعوری گذراندم. من در جامعه‌ای زندگی می‌کردم که همانند جوامع دیگر گرفتار مرض بیشعوری است. درست نیست بیشعوری را بیماری تلقی کنیم. من به خودم قبولاندم که این نوعی ایراد شخصیتی است که می‌توان آن را تعدیل یا حذف کرد. ذات بیشعور را درک می‌کنم. اعتیاد به بیشعوری به شدت اعتیاد به الکل و فرآورده‌های شیمیایی مواد مخدر است. بیماری بیشعوری بیشتر افراد را مبتلا کرده است. اکثر مردم از بیماری بیشعوری خود اطلاع ندارند و این موضوع برای من نیز صدق می‌کرد. همه سال‌هایی را که بیشعور بودم به یاد می‌آورم. در مسیر بهبودیم مسائلی مانند غم‌ها، رنج‌ها و کشمکش‌هایی را درک کردم. تجربه دوباره مسیر بهبودیم را دوست ندارم. آدم چشم باز می‌کند و خودش را بیشعور می‌یابد. دیر یا زود همه مجبور به مقابله با مسائلی در زندگی هستیم که بیشتر و بیشتر بیشعوریمان را به یادتان می‌آورد. بیشعوری را انکار خواهید می‌کنید، باورش نمی‌کنید، بد و بیراه می‌گویید، جیغ می‌زنید، کلک می‌زنید، عاجزانه التماس می‌کنید، نفرینش می‌کنید تا ثابت کنید بیشعور نیستید. اما باید زندگی کنید و با این موضوع کنار بیایید یا مغلوب مسائل شوید. من با اندوه و پشیمانی اعتراف می‌کنم سالها بیشعور بودم و اطرافیانم از مرض بیشعوری من رنج می‌بردند و به سادگی آنها را نادیده می‌گرفتم. حتی بیمارانم از رفتار نامناسبم و اینکه پایم را از گلیمم بیشتر دراز می‌کردم ناراحت بودم. ای کاش از سنین پایین‌تر در مسیر بهبودی قدم می‌گذاشتم. به حقیقت پی می‌بردم و خیلی از درد و رنج‌هایم را تحمل نمی‌کردم.
آنقدر زود است و نه آنقدر دیر که نشانه‌های بیشعوری را در خودتان بیابید و عادت‌های بدتان را که دوستانتان را بیزار، شغلتان را خراب و رابطه‌هایتان را پایان می‌دهد کنار بگذارید. تا 40 سالگی متوجه بیشعوریم نشده بودم. مثل بیشتر بیشعورها آدم پرقدرتی بودم و در زندگی به همه خواسته‌هایم رسیده بودم. در دبیرستان آموختم وجدانم را چطور ساکت نگه دارم و احساس گناه نکنم. در دوران تحصیل پزشکی آموختم با تهدید دیگران به هدفم برسم و همیشه هم موفق بودم و مردم دقیقاً همان کاری را انجام می‌دادند که من می‌خواستم. و در دورانی که به شغلم سر و سامان می‌دادم پرخاشگری و مکاری را آموختم. به خیالم این خصوصیات قوت‌های من بود. در دوران کارآموزیم چند تست روحی و روانی از خودم گرفتم. نتایج تست‌ها من را فردی قوی، محکم و با اعتماد به نفس نشان می‌داد. در آزمایش‌ها رتبه بسیار خوبی در تحمل سختی‌ها گرفتم. انسانی متمرکز، قاطع، رک و ارزشمند بودم. هیچکس توان ناراحت کردنم را نداشت و اگر این اتفاق می‌افتاد حتما تلافی می‌کردم و قانون جنگل را باور داشتم که بخور تا خورده نشوی. این افکار در خدمت من بود. من پزشک مشهور و ثروتمندی شدم. با زنی جذاب ازدواج کردم و صاحب 2 فرزند شدم. در نزد همکارانم محترم بودم و پستی مهم در بیمارستان و جامعه پزشکی داشتم و زندگیم به ظاهر زیبا و دلفریب به نظر می رسید. با خودم و زندگیم می جنگیدم، اما در امپراتوری دکتر کرمنت کارها خوب پیش نمی رفت. احساسات عجیب و غریبی داشتم، انگار همکارانم به جای احترام از من می ترسیدن. ولی به خودم می گفتم فرقی نمی کند که چه حسی دارن. بعضی از همکارانم با دیدن من صحبتشان را قطع می کردن و از من دور می شدن. یا وقتی از دوستانم می خواستم با من وقت بگذارن درخواستم را با بهانه‌ای رد می کردن. در سخنرانی‌هایم بعضی افراد به سقف یا زمین زل می زدن یا با چیزی مثل مداد یا کتاب برمی رفتن و وول می خوردن. از صورتشان می فهمیدم که توجهی به حرفایم نمی کنم. اصلا فکر نمی کردم که مسئلهشان من باشم. فکر می کردم مسائل خصوصی خودشان دلیل بی‌توجهی و بیقراری آنهاست. 1 سال همسرم برای غافلگیر کردنم جشن تولدی برایم گرفت. اما غافلگیری اصلی این بود که از همه مهمانان دعوت شده فقط 6 نفر آمدند که البته 3 نفر از آنها همسر و 2 فرزندم بودند. با خودم می گفتم دلیل نیامدنشان حسودی به موفقیت‌هایم است. بد اقبالی آنهاست که مرا از خود میرانند و عقب ماندگی آنها در زندگی دلیلی جز بی‌کفایتی خودشان نیست. بالاخره به خودم قبولاندم که این موضوع را فراموش کنم و با خودم کنار بیایم تا اینکه توهم‌هایم به واقعیت تبدیل شد و پس از چند ساعت بحث با تنها پسرم فهمیدم قصد رفتن به دانشگاه را ندارد و تصمیم گرفته به نیروی دریایی برود. تنها پسرم با من می جنگید و از دستوراتم سرپیچی می کرد و باور این مسئله برای من در جایگاه پدر خیلی سخت بود. در 20 سال اخیر کسی از من سرپیچی نکرده بود. پسرم باید شغلی حرفه‌ای مثل من انتخاب می کرد، اما او خیلی لجباز و کله شق بود. تصمیمش من را ناراحت کرده بود و با قوانین من جور در نمی آمد. پسرم را از پیوستن به نیروی دریایی منع کردم. تنها پسرم به من بی احترامی که از سرم فریاد کشید و خانه را با عصبانیت ترک کرد. از قبل به همسرم گفته بود برای اینکه از پدر دور باشم تا حد ممکن از خانه دور می شوم. حق را به او می دهم. او را مجبور کردم به دانشگاه هوافضا برود. از تصمیم و رفتار پسرم کاملا به هم ریختم. با اضطراب فراوان همسر و دخترم را برای مشورت صدا زدم. منتظر شنیدن جوابی باب میل خودم بودم که من پدر خوبی هستم و این پسرم است که احمقانه تصمیم گرفته و گناهکار است، نه من. به آنها گفتم من عاشق پسرم هستم. با گردن کلفتی های او چه کنم؟ دخترم بیدرنگ به خودش جرأت پاسخ داد و گفت تنها کسی که عاشقش هستی خودت هستی پدر.
هاج و واج ماندم و به همسرم که آخرین امیدم بود نگاهی کردم و نظر او را جویا شدم. او چنین پاسخ داد: حق با فرزندانمان است. حتی ازدواجمان هم 5 سال است که تمام شده و فقط زیر یک سقف زندگی میکنیم. خواهش میکنم همین امشب خانه را ترک کن. باورم نمیشد که در عرض چند ساعت چه بر سر زندگیم آمده است. چند روزی اتفاقهای اخیر را در ذهنم مرور کردم. قلباً از کارم راضی بودم و به خودم حق میدادم. نفرت شدیدی از تعارض و اختلاف نظر داشتم. گویی کسی عشقم را از چنگم درآورده و او را علیه من شورانده بود. اگر واقعا کسی چنین بلایی را بر سرم آورده بود، صورتش را له می‌کردم. در گذشته زیاد پیش آمده بود که از رفتار و عقایدم انتقاد کنم، اما قدرت ذاتیم به حفظ وقارم کمک کرده. بالاخره فهمیدم که این قضیه فرق چندانی با دیگر مسائلم ندارد و باید آن را حل کنم. داشتن خانواده و عشق آنها بزرگترین پیروزیم بود، اما هر تلاشی می‌کردم بیشتر در منجلاب فرو می‌رفتم. اصلا انگار من را نمی‌دیدند. دیگر حتی با من حرف هم نمی‌زدند. هر روز از یکدیگر دورتر می‌شدیم. اینجا بود که فهمیدم کاری از دستم بر نمی‌آید و احتیاج به مشاوره دارم. با یکی از همکارانم که مشاور خانواده بود مشورت کردم. ماجرا را برایش توضیح دادم و از او پرسیدم کجای کار عیب دارد؟ چه بر سر خانواده‌ام آمده؟ آیا خانواده‌ام بیمارن؟ به مشاورم التماس کردم که حقیقت ماجرا را رک و پوست کنده برایم بگوید. به او یادآوری کردم که مردی قوی هستم و با واقعیت هر چقدر هم که بد باشد کنار می‌آیم. مشاورم صحبتم را قطع کرد و گفت خانواده‌ات مریض نیستند، بلکه کاملا طبیعی هستند. چند لحظه از اتهامی که به من وارد کرده بود شوکه شدم. درک موضوع و کنار آمدن با این مسئله خیلی سخت بود. با صدای لرزان به مشاور گفتم منظورت این است که من مریضم؟ در جوابم گفت شما هم مریض نیستید، بلکه بیشعورید. جواب گستاخانه‌ای بود. بسیار عصبی و متعجب شدم و گفتم من برای توهین کردن به خودم اینجا نیامدم. اگر نمیتوانید مسئله من را حل کنید بهتر است مطبتان را ترک کنم. و آنجا را ترک کردم. 6 ماه گذشت و دنیا و حتی دفتر برایم جهنم شده بود. به حال خودم تأسف می‌خوردم و خودم را قربانی ماجرا می‌دانستم. از سوی کسانی که به آنها عشق می‌ورزیدم نادیده گرفته می‌شدم و قدر من را نمی‌دانستم. یک روز غمگین بودم، روز بعد عصبانی. اصلا خوشحال نبودم. حتی حوصله جر و بحث با کسی را هم نداشتم. خواب خوبی نداشتم و همیشه مضطرب بودم. هر مسئله کوچکی را علیه خودم تفسیر می‌کردم. نمی‌دانم بیماران و کارمندانم چطور با من روزگار می‌گذراندند و تحملم می‌کردند. من هیولا بودم. یک روز متوجه شدم که دیگر کنترل زندگیم را از دست دادم. یا شاید از اول عمرم کنترلی نداشتم و فقط بلند پرواز بودم. این اعتراف و نتیجه گیری کمک کرد تا بعد از 6 ماه سر راحت بر بالش بگذارم و بخوابم. روز بعد این حقیقت را که من واقعا بیشعور هستم کشف کردم. گویی تکه‌های پازل زندگیم دوباره به هم چسبید. به سراغ مشاورم رفتم و برای رفتار نامناسب چند ماه پیش عذرخواهی کردم و از او درخواست وقت مشاوره کردم. مشاور هم چون یک وقت کنسل شده داشت بعد از ظهر همان روز برایم جلسه مشاوره ترتیب داد. به محض اینکه جلسه مشاوره شروع شد و من روبروی روانپزشکم نشستم با صدایی خسته به او گفتم تو حق داشتی، من بیشعورم. خمیازه‌ای کشید و گفت همه می‌دانند که تو بیشعوری. پرسیدم چطور درمانش کنیم؟ در پاسخ گفت چه چیز را درمان کنیم؟ بیماری بیشعوریم را دیگر. این بیماری نیست، فقط یک حالت است و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. خیلی از مردم بیشعورند. مشکل حادی نیست، مثل کسی که چپ دست است. خیلی شکسته شدم و پرسیدم پس روانپزشکی چه فایده‌ای برای بیشعوری دارد؟ ادامه داد این بیماری نیست، فقط استعاره‌ای از یک حالت است. از روانپزشکی کاری ساخته نیست. حتی اکثر روانپزشکان خودشان بیشعورند. آن لحظه بود که فهمیدم
باید خودم از پس این موضوع بر بیایم و مشاورم در اشتباه است. بیشعوری نابسامانی شخصیتی نیست، بیماری است. اعتیاد به برخورد خشن و نامناسب که برای ما ناامیدی و غرور افراطی و کمطاقتی و پرخاشگری را به همراه دارد. شروع به برنامه‌ریزی فشرده برای خودکاوی، نجات و ترقی کردم. مسائلی که چند سال در خودم آنها را نادیده گرفته بودم، ثابت کردم آنچه مشاورم درباره درمان ناپذیری بیشعوری گفته ادعایی نادرست است. ترک بیشعوری نیازمند بهبودی ذاتی است. امیدوارم روند بهبودی را قبل از اینکه به دیگران آسیب بزنم زودتر شروع کنم. فرصت جبران خسارت‌هایم را نیز داشتم. همسرم برگشت و دخترم هم من را بخشید. او سال سوم دانشگاه را می‌گذراند. الان پسرم کاپیتان ناو جنگی شده و به من هم آموزش کاپیتانی می‌دهد. تمرین‌های روانپزشکی را کنار گذاشتم، ولی هنوز هم با بیشعوری درگیر بودم. خودم شده بودم روانپزشک متخصص درمان بیشعوری. دیگر می‌توانستم به افرادی که در مسیر بهبودی پا می‌گذاشتم کمک کنم، کاری که از روانپزشکی سنتی بر نمی‌آمد. اکنون پیام من در سراسر کشور پخش شده است. به درمان بیشعوری امید هست. حالا من سخنران معروف موضوع بیشعوری شدم و با روانپزشکانی همکاری می‌کنم که با معتادان دست و پنجه نرم می‌کنند. کتاب حاضر فراتر از داستان بهبودی من است. این کتاب پرتو امیدی برای ترک اعتیاد به بیشعوری و اعلان آزادی از آن است. با خواندن این کتاب دیگر کسی از این بیماری رنج نمیبرد. بیماری عادی که با منطق درمان شدنی است. همه میتوانند در مسیر بهبودی که من نیز آن را طی کردم قدم بگذارند. با طی این مسیر هزاران نفر بهبود خواهند یافت. به تنها چیزی که نیاز داریم وجود مشوق برای معتادان بیشعوری است. تشویق بیشعور مؤثرترین عامل در این مسیر است. کالوین استابز از دوستانم که مدیر کلینیک روانپزشکی است از طریق این داستان لذت میبرد. او میگوید روزگاری زنی در رشته کوههای هیمالیا به جستجوی مفهوم زندگی رفت. بعد از چند سال جستجو مردی را در غاری دید و فکر کرد آن مرد مرشد است. از مرد پرسید روش ارشاد را به من می‌آموزی؟ مرد غارنشین ساکت بود و پاسخی نداد. زن نشست و به فکر فرو رفت. غروب که شد دوباره از مرد پرسید آیا پیشرفتی داشتم؟ مرد غارنشین سکوت کرد. روز بعد زن برگشت و بیشتر ژرفاندیشی کرد. نزدیک غروب سوالش را تکرار کرد. آیا پیشرفت کردم؟ مرد ساکت ماند. روزها و ماهها به این ترتیب سپری شد و بالاخره زن از انتظار بی‌نتیجه‌اش خسته شد و غروب یکی از روزها وقتی جوابی نشنید فریاد زد تو فریبکاری. روزهاست که اینجا می‌نشینم و منتظر پیشرفت هستم و هیچ پیشرفتی نکردم. فقط 6 ماه از زندگیم هدر رفت و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. چطور خودت را مرشد می‌دانی؟ سپس کوله پشتی‌اش را به طرف مرد پرت کرد. مرد فقط به کارهای زن زل زده بود. حتی نمی‌توانست روی پای ناتوانش بایستد. بالاخره مرد به حرف آمد و گفت من مرشد نیستم. به من توهین نکن. اشتباه خودت بود که من را مرشد فرض کردی، نه من. زن که به شدت عصبانی شده بود پرسید پس تو کی هستی و در غار چه می‌کنی؟ مرد کشان خودش را روی زمین کشید و گفت من جزامی تبعید شده بیش نیستم. این کتاب درباره آگاهی شما از بیشعوریتان است. من به بیشعوری خودم پی بردم، پس شما هم می توانید پی ببرید. بخش نخست. بیشعور کیست و چرا یک نفر بیشعور می شود؟ فصل 1. داستان وینفرد. همه دوستان صمیمیم به من می گفتند که عاشقش خواهم شد. من هم عاشقش شدم. اما هیچ کس به من نگفت که او بیشعور است. عجب داستانی. وینفرد، عاشق شکست خورده یک بیشعور. داستان وینفرد را از زبان خودش میشنویم. روی صندلی در دفترم ولو شدم. به قدری خسته بودم که نمیتوانستم بقیه روز را بگذرانم. ساعت 9:15 صبح بود، اما روزم به فاجعه بزرگی تبدیل شده بود
و به مرز تباهی کامل رسیده بودم. البته خیلی هم طول نکشید که به این وضعیت برسم. از خواب که بیدار شدم حالم خوب بود، اما به محض اینکه برای خوردن صبحانه وارد رستوران دلخواهم شدم روزم بد شد. هر روز صبحانه خاصی سفارش میدادم. تخم مرغ 3 دقیقه پخته شده، بیکن، نان برشته، آب میوه و قهوه. کارکنان رستوران می‌دانستند که وقتی تخم مرغ 3 دقیقه‌ای سفارش می‌دهم منظورم دقیقاً تخم مرغی بود که 3 دقیقه پخته شده باشد. مثل همیشه تخم مرغم آماده بود، اما انگار تخم مرغم را حداقل 30 ثانیه بیشتر پخته بودند. نمی‌دانم چرا تخم مرغم را عمدن بیشتر پخته بودند. مگ پیشخدمت رستوران را سر میزم صدا کردم و به تخم مرغ بیشتر از حد پخته شده اشاره کردم. اخم و تخم می‌کرد و همزمان با صدای پرفیس و افاده گفت برای شما دوباره درست می‌کنیم و تخم مرغ را عوض می‌کنم. شما تخم مرغ را تا چقدر پخته میل دارید؟ به او یادآوری کردم که اگر می‌خواهد اینطور سرم فریاد بزند باید انعام امروز را فراموش کند. پس از 5 دقیقه و بعد از اینکه از او خواستم 3 دفعه متوالی فنجان قهوه را پر کند، همه کسی قهوه را روی شکم و پاهایم برگردان و گفت که حادثه بوده، ولی من که احمق نیستم. اگر صبحانه بد بود، اتفاقهای دیگر تا محل کار بدتر بود. افسر راهنمایی رانندگی من را برای سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی جریمه کرد. دیگر جوش آوردم و از او پرسیدم که چرا به جای جریمه کردن من وقتش را صرف دستگیر کردن آن بیشعورهایی نمی کند که 2 کیلومتر پیش قصد داشتند من را از جاده منحرف کنند. او برگه جریمه دیگری برای بی‌احترامی به پلیس هم به جرایمم اضافه کرد. فکر کنم حالا دیگر یک وام برای ادامه دادن به رانندگی احتیاج داشتم. وقتی به محل کارم رسیدم، در جای پارک همیشگی خودم ماشین را پارک کردم. به محض اینکه پیاده شدم پایم روی مدفوع بزرگ اسب رفت. قطعاً یک نفر برای اذیت کردن من این کار را کرده بود، اما من وقت این را نداشتم که بفهمم چه کسی این کار را کرده است. به افراد زیادی در ذهنم شک داشتم و می‌دانستم این پایان دردسرها نیست. برای رفتن به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان است سوار آسانسور شدم. آسانسور بین طبقه 3 و 4 گیر کرد، اما خیلی طول نکشید که دوباره راه افتاد. وقتی در آسانسور بودم به سختی صدای فردی را شنیدم که در طبقه 4 بود و میگفت فرد در آسانسور گیر کرده، چطور است که همه روز در آسانسور رهایش کنیم؟ انگار من باید یادداشتی برای اخراج کارمند پرمدعایم که از حقوق بشر پیروی نمی کند و راضی به گیر افتادن من در آسانسور بود می نوشتم. به فلاکت‌های این چنینی عادت کرده بودم، ولی این مسائل واقعاً آزاردهنده بود. از باختن متنفرم و هیچگاه در زندگی بازنده نبودم، اما این روزها زیاد می باختم و این باختنها من را خسته و ناراحت می کرد. مطمئن نبودم که هنوز جرأت انجام کارهایی را که داشته باشم باید انجام می دادم. حس می کردم این وضعیت برد یا باخت است و من همیشه باید برنده باشم. وقتی بچه بودم همیشه در بازی‌ها و ورزش‌ها نفر اول بودم. گاهی مجبور بودم برای بردن تقلب کنم، اما تقلب قسمت جالب ماجرا بود. من عاشق بگو مگو بودم. فقط برای پیروزی بر برادرانم بهترین پیروزی‌هایم زمانی بود که پدر و مادرم را دور می‌زدم و آنها را مجبور به کاری می‌کردم که خودم می‌خواستم. در دبیرستان پیرو گروه‌های عقیدتی بودم. من برای به کرسی نشاندن عقایدم توانایی استفاده از کلمه‌ها را آموختم و اینکه چطور اصل ایده را با زیرکی و بدون اینکه کسی متوجه تغییر آن شود مخفی کنم. در هر کاری ابتدا سعی می‌کردم راه تقلب آن را پیدا کنم تا به نتیجه برسم. به برنده شدن عادت داشتم و این برد اشتیاقی بود که من به خاطرش زندگی می‌کردم. در نوجوانی قسمتی از برنده شدن من در زمینه دلبری از دخترها بود. اصلا انگار من با این هدف به دنیا آمده بودم و دختر خوشگل، خوش‌اندام، قد بلند و قد کوتاه فرقی نمی‌کرد. دلبری از دختران سرسخت‌تر برایم جالب‌تر بود و اینکه بعد از او به سراغ طعمه بعدی بروم. حالا که فکر می‌کنم می‌فهمم که چرا از باختن متنفر بودم. دلیلش رفتار برادرهای بزرگترم بود. آنها من را که کوچکتر بودم مسخره می‌کردند
برای همین همیشه از تجاوز آنها به محدوده خودم خسته بودم. برای من هیچ اتفاقی شیرین‌تر از این نبود که از برادرهایم بهتر باشم. البته همانطور که بزرگتر می شدم از برادرهایم پیشی می گرفتم. وقتی کوچک و ناتوان بودم به خودم قول داده بودم که انتقامم را از آنها بگیرم و این کار را هم کردم. پدرم خیلی از این کار من خوشش می آمد. اگرچه همیشه بهتر از برادرانم یا هر کس دیگری بودم که از من بزرگتر بود. چند بار از پدرم شنیده بودم که به آرامی و با صدایی که به سختی شنیده میشد گفته بود یکی از این روزها خرابکاریت به افتضاح بزرگی تبدیل خواهد شد. من به مدرسه حقوق می‌رفتم. با افتخار فارغ التحصیل شدم و از من خواستند به شرکت حقوقی بزرگی بروم. 20 سال بعد من سهامداری بزرگ با درآمد 6 رقمی سالیانه شدم. در صورتی که برادرهایم فقط در شغل خانوادگی که پدرم برایشان دست و پا کرده بود سهیم بودند. هیچ وقت بردن آسان نیست. می‌دانستم وارد دنیای بیرحمی از رقیب‌های درنده می‌شوم که تظاهر به دوستی می‌کنند، اما از پشت خنجر می‌زنند. امثال این رقیب‌ها در مدرسه فراوان بود. وای به دنیای واقعی. همچنین می‌دانستم که جرأت ندارم کوچکترین ضربه‌ای به کسی بزنم و هیچ وقت به کسی هم آسیب نزدم. پیروز بودن در زندگی نیازمند یادگیری کلک‌ها و دستیابی به سود و پیروزی در هر کاری است. به خودم قبولاندم که بیش از حد کسی را تحسین نکنم. بیش از حد از اتفاقی شاد نشوم و بیش از حد مزخرفات دیگران را باور نکنم. آماده کسب موفقیت شدم. مرتب ورزش می‌کردم تا سفت و سخت باشم. در کلاس‌های ارتباط مؤثر شرکت می‌کردم تا به مردم بگویم می‌توانند مدیر خوبی باشند. یاد گرفتم دروغ بگویم، دغل‌بازی کنم، ریا کنم، ولی در عین حال رو راست‌ترین و بیشیل پیلی‌ترین فرد باشم. یاد گرفتم چه زمانی سپاسگزار باشم و چه زمانی حق نشناس. اگر وکیل نمی شدم شاید فروشنده ماشین دست دوم می شدم، اما من وکیل خوبی شدم. از قدرت و تواناییم در همه امور استفاده می کردم و زمانی لذت می بردم که برای پیشبرد اهدافم قادر به تسلیم کردن قانون بودم. هرچه حیله‌گرتر بهتر. بیشتر از هر کاری از تهدید آدم‌های پست و دون لذت می بردم. به نظرم آدم‌های با نزاکت و درستکار به دنیا آمده بودند که ببازند. به نظرم مهمترین هدیه من به زندگی آموزش به افراد بیچاره است که نمی‌دانند معنای قدرت و استحکام وجودی چیست. این دقیقاً معنای برنده است. هیچ وقت ازدواج نکردم ولی حتی 1 دقیقه هم برای این موضوع تأسف نخوردم. من آزادانه از همنشینی با هر کسی در هر زمانی لذت می‌بردم و این بسیار راحت‌تر از خرید خانه یا برطرف کردن نیاز زن و بچه بود. هیچ وقت به هیچ زنی آنقدر اجازه نمی‌دادم تا حدی مرا بشناسد که آزارم بدهد. من بیشتر وقتم را صرف کار می‌کردم و می‌دانستم در این زمینه برنده هستم. عاشق ایستادن روبروی هیئت منصفه دادگاه بودم. آخرین چالشی که قانون اجازه میداد 8 نفر را قانع کنم که موکلم مثل بچه‌ها بیگناه است. اگرچه موکلم پولی را که از راه دزدی به دست آورده بود در جیبش گذاشته بود. نه تنها من بلکه کارمندان زیر دستم هم باید برنده می شدن. آنها را روی پای خودشان نگه می داشتم و می دانستم که من تحمل اشتباه را ندارم. چند وقت یک بار یکی از آنها سعی می کرد روی اشتباههایش سرپوش بگذارد. اما من این کار را برایشان غیر ممکن می کردم تا اشتباه روی اشتباه نگذارم. به هیچ کدامشان اجازه نمی دادم که من را برای ضعف‌هایشان ملامت کنند. تنها چیزی که تحمل نمی کردم وجود الاغ هوشمند بود. چه کارمندم و چه موکلم. من رئیس بودم و هیچ کس حق نداشت به من بگوید چه کار کنم یا عمل کردم را نقد کند. اما از زحمت‌هایی که کارمندانم به من می‌دادند خسته شده بودم. چه به روز وفاداری آمده بود. مجبور بودم همه کارمندان دفترم را چند بار در عرض 3 سال اخیر عوض کنم. حتی یک منشی و حروفچین خوب هم پیدا نمی‌کردم. جالب اینجاست که من حتی نام کسانی را که سرزنششان می‌کنم نمی‌دانم. قادر بودم همه چیز را به خوبی دگرگون کنم، اما شریکم مرا شیفته قانون‌های مذهبی کرد.
اشتباه من این بود که میخواستم دفترم را با دوز و کلک بگردانم. مجبور بودم با همه اینها کنار بیایم و نمیخواستم که شرکایم در کارهایم سرک بکشند. آنها مبلغ هنگفتی را که از حسابهای مشترکمان برداشته بودم پیدا کردند. اما این تنها کارمندان و شرکا نبودند که از من انتقاد میکردند. در ماه اخیر 3 نفر از موکلهایم برای سوء استفاده از مقام و موقعیتم از من شکایت کرده بودند. اعتراف میکنم که حق موکلهایم را پایمال کرده بودم. اما نمیتوانستم در رأی هیئت منصفه دخالت کنم. آنها خیلی بیشور بودند که با کلک‌های هوشمندانه من گمراه می‌شدند. موکل‌هایم همیشه از من ناراضی بودند و من با این موضوع کنار آمده بودم. تا وقتی من وکیلشان بودم آرزو می‌کردند که ای کاش هیچ وقت خلافکار نبودند. اما من نمی‌فهمیدم که آنها چطور باختشان را قبول نمی‌کنند. بعد از این همه مدت در همه زندگیشان بازنده بودند. آیا این موضوع به آنها این حق را میداد که مرا خودفروخته به طرف مقابل دعوا خطاب کنند؟ من هیچ وقت این کار را نمی‌کردم مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد پول هنگفتی را به من میداد. درک می‌کنید که چرا من از همه اینها خسته بودم؟ به این فکر می‌کنم که برنده شدن به هر قیمتی هزینه خاص خودش را دارد و بعد از این من قصد پرداخت این هزینه‌ها را ندارم. در این مقطع بود که با فرد ملاقات کردم. فرد به تازگی به 3 حقیقت مهم درباره خودش پی برده بود. 1. فرد برنده نبود، بلکه فقط بیشور بود. بیشوری نوعی بیماری است که رفتار فرد را غیر اجتماعی می‌کند. در واقع فرد از زندگی خسته نشده بود، بلکه از بیشوریش و از اینکه همه او را مجازات می‌کردند خسته شده بود. 2. وقتی فرد به بیماری بیشوری مبتلا می‌شود، بیماری به زندگی شخصی خودش لطمه می‌زند و بازخوردهای رفتار خودش را تحمل می‌کند. مثل ظهور علائم بیماری که بعداً به آن مبتلا می‌شوید. خیال می‌کنید می‌توانید با دوز و کلک بر مردم پیروز شوید، ولی در گودالی می‌افتید که خلاصی از آن دشوار است. 3. اگر قصد خلاصی از بیشوری را دارید، باید خودتان برای خودتان کاری کنید. مهم نیست که اکثر مردم خام، هرزه و بیشورند. اگر شما هم بیشور باشید، فقط دشمن خودتان هستید، نه شخص دیگری. فقط خودتان می‌توانید از شر بیشوری خلاص شوید. وقتی به فرد گفتم بیشوری، او در جواب گفت خودت بیشوری و من در پاسخش گفتم بله، قطعاً همینطور است. هرچند فکر کنم شما من را نمی‌شناسید و زود قضاوت کردید. فرد گفت فکر کردم به من توهین کردید. چرا؟ چون شما هم مثل من بیشور هستید. و همین دلیل است که می‌توانم کمکتان کنم. تنها دلیلی که باعث می‌شود قدم در جاده بهبودی بگذارم این است که هیچ وقت تا این حد گیج و گنگ نبودم. این تصمیم نکته مهمی به همراه داشت. گام‌های بهبودی هر بیشور با بیشور دیگر متفاوت است. این علم قطعی و دقیقی نیست. هر بیشور باید قدم‌های بهبودی‌اش را خودش مشخص کند. اما همیشه قدم اول اعتراف به بیشوری و قبول خسارت به دیگران و در آخر تبدیل شدن به انسانی با نزاکت است. ابتدا باید قدم اول را برداشت و برای قدم‌های دیگر تمرین کرد. 1. درک کامل پوچی وجودی و انسانی که هسته اصلی بیشوری است. برخی افراد بهبود یافته به این پوچی چنین اشاره می‌کنند: برطی دیگران فقط سوراخی کوچکی برای ماست. 2. آموختن این موضوع که ممکن است پوچیتان را با رفتار درست جبران کنید و رفتار خوب شما باعث جذب مردم و تحت تاثیر قرار گرفتن دوستانتان شود به جای اینکه شما را ترک کنند. 3. کشف این موضوع که بتوانید همه امور را تغییر دهید زندگی نام دارد. در واقع هر بیشوری که خودش را اصلاح می کند بیش از آنچه تصورش را بکنید توانایی ارتقا بخشیدن به کیفیت زندگیش را دارد. این تغییرها برای شخص بسیار سخت است، زیرا باید در رفتار و افکارش تجدید نظر کند. از شنیدن اینکه واقعا خانواده و دوستانتان چه نظری درباره شما دارند تعجب خواهید کرد. ممکن است بار اول افسرده شوید، از خودتان خجالت بکشید یا احساس گناه کنید. دردناکترین تجربه برای فرد بیشور همین است، اما بهبودی را رها نکنید که ارزش فراوانی دارد. داستان فرد پایان خوبی داشت. او متوجه شد که تعداد بازندگان در دنیا بیشتر از برنده هاست. او مجبور بود این واقعیت را قبول کند هرچند برایش دشوار بود.
او با همان پیشخدمت رستوران دلخواهش ازدواج کرد و ماشینش را به همان افسری فروخت که جریمه‌اش کرده بود. به کارمندان دفترش برای تحمل توهین‌هایی که به آنها کرده و عذابی که در گذشته به آنها داده بود اضافه حقوق پرداخت کرد. فرد تسلیم تمریناتش شد و به ارتش صلح در افغانستان پیوست. در طول تاریخ حقوق مهمانی خداحافظیش بزرگترین همراهی ارتش را داشت. و اما چون وقت اجازه نمیده، من فقط چند خطی رو از سخن پایانی این کتاب برای شما میخونم. نمیدانم چه کسی هستم، ولی دست کم میدانم که دیگر بیشعور نیستم. نیل بیشعور بهبود یافته. در طول تاریخ روانپزشک‌های متفاوتی برای بیشعور در نظر گرفته شده است. حتی در تاریخ باستانی بیشعورها بردهداری می‌کردند و بیشعورهای تمام عیار گردن می‌زدند و مقبره می‌ساختند. در قرون وسطی مردم را با میخ به چوب می‌بستند و به آتش می‌کشیدند و معتقد بودند هر کسی سوزانده می‌شود جادوگر است. بعضی از بیشعورهای تمام عیار به حصارها نزدیک می‌شدند و بی اختیار می سوختند. غسل بیشعورها به این صورت بود که به گردن مردم طناب می‌بستند و آنها در رودخانه فرو می‌کردند. مدتی بعد پاکسازی رگ‌های خونی با زالو مد شد و مدتی بیشعورها را مجبور می‌کردند که زنجیر حرف ای را که حرف اول بیشعور اسوشل است به گردن بیاندازند. بعدها این کار را تنبیهی برای زناکاران در نظر گرفتند. البته این نوع روانپزشکی مزیت‌های خاص خودش را داشت، اما تأثیرات بدی هم داشت. خوشبختانه گسترش روانپزشکی باعث شده است که ما درمان بیشعوری را با روش‌های مدرن انجام دهیم، اگرچه چالش درمان بیشعورها بیکران است. برای بیشعوری که در مسیر درمان قدم نگذاشته باور کردنی نیست که بتواند رنج تغییر نحوه زندگیش را تحمل کند، با وجدان زندگی کند، قدر بهبودی را بداند، بفهمد گناهکار است و پشیمان شود، یکدلی با دیگران را تجربه کند و انسانیت را ترویج کند. بیشعور بهبود یافته باید در مسیر تغییر هویت، ارزش‌ها و رفتارش قرار بگیرد. بعضی‌ها در مسیر بهبودی شغل و دوستانشان را نیز از دست می‌دهند. خانواده‌هایشان برای آنها نگران می‌شوند. برای مدت دیگر خانواده‌هایشان و حتی خودشان را هم نمی‌شناسند. خیلی سخت است که با این همه آشفتگی کنار بیایید، اما بیشعور بهبود یافته باید با خیلی مسائل بدتر از اینها نیز کنار بیاید. او باید قدرت روبرو شدن با ترک عادتهای همیشگیش مثل دغل و دروغ را داشته باشد. او باید از شر وقاحت و خشمش خلاص شود و تمرین کند که خودش را با همه برابر بداند. او باید از مردم آزاری دست بردارد و تلاش کند که مهربان و یاری رسان باشد. دیگر نباید به مردم کلک بزند، باید به پا خیزد و با این رفتارها مقابله کند. مهمتر از همه این که باید بیاموزد به جای تنبلی زرنگ و قابل اعتماد باشد. در واقع بار این مسئولیت سنگین بر دوش ماست. بیشعورها به حمایت و درک ما احتیاج دارند. ما که دیگر در زمان بربرها زندگی نمی‌کنیم. زمانی که بیشعوری نوعی شخصیت محسوب می‌شد، ما در زمانه روشنفکران زندگی می‌کنیم و خیلی خوب می‌دانیم که بیشعوری بیماری خطرناکی است و همه در معرض آن هستیم. بنابراین همه باید به درمان آن کمک کنیم. زندگی بیشعور و جاده بهبودی او پرپیچ و خم و خطرناک است. بیشعورها دیگر گناهانشان را پذیرفتند و یاد گرفتند با بیشعوریشان کنار بیایند و با صداقت زندگی کنند. بیشعورهای بهبود یافته لذت بهبودی و انسان خوب بودن را می‌دانند و در اجتماع پذیرفته می‌شوند. اجتماعی که پر از اعتماد، همیاری و روابط دوستانه سالم است و همه به آن افتخار می‌کنند و آن را گرامی می‌دارند. این لذت دردها و سختی‌های بیشعور را در جاده بهبودی جبران می‌کند. من از چند سال پیش تصمیم گرفته بودم این کتاب را بنویسم، اما در آن سالها هنوز به این میزان از بهبودی نرسیده بودم. خوشحالم که بعد از بهبودی کامل این کتاب را نوشتم. اگر زودتر می‌نوشتم کتاب به این شکل در نمی‌آمد و چراغ راه بیشعورها در جاده بهبودی نمی‌شد. امیدوارم مطالب مفیدی از این کتاب یاد گرفته باشید. فرق بین حقیقت و زباله را یافته باشید. گاهی هر دو با هم ظاهر می‌شوند و تشخیص آنها از هم سخت می‌شود. این حقیقت بیشعورهاست. بیایید دست به دست هم بدهیم و بیشعوری را پایان دهیم و لطفاً
بیشورتر از این نشویم. امیدوارم که از این کتاب زیبا و معروف لذت برده باشید. اگر از نثر و روایت این کتاب خوشتون اومده باشه تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.